سلام به بیننده‌های تلویزیون جهانی پیام افغان و برنامه آینه هنر. شیلا هستم. امشب باز میمان خانه های شما هستم. مثل همیشه باز هم با یک میمان بسیار خوب، اما از کجا؟ از افغانستان عزیز. امروز من خودم در کابل هستم، نزدیکای خیرخانه. فکر میکنم در خود خیرخانه هستیم و این برنامه رو بر شما ثبت میکنیم. پیش از اینکه برنامه رو شروع کنیم، شما میدانید که برنامه های ما همیشه از تلویزیون جهانی پیام افغان منتشر میشه و این تلویزیون یکی از تلویزیون‌های شناخته شده در اروپا، آمریکا و در سراسر جهان هستند. از کسانی که میخواین برنامه‌های مختلف داشته باشند میتونند از طریق از این تلویزیون برنامه‌های خود داشته باشن و نمبر تلفنشان دایر کنن و برنامه ها را بگیرن. و کسانی که اعلانات تجارتی خود و یا خدای نخواست اعلانات فوتی خود میخواین که از این طریق منتشر بسازن، او امکانش هست، امکانات زیاد هست، میتونند که با تماشایان با ما. از آقای خطاب بسیار زیاد تشکر که این برنامه را برای ما دادن و ما میخوایم که برنامه را هر چی بهتر و خوبتر برشان تقدیم کنم. و از آقای فرساد که اونا همیشه در قسمت تکنیک با ما کمک میکنن، زیاد تشکر. پیش از اینکه برنامه را شروع کنیم، از تلویزیون آینه، از آقای بک و از همکارانشان، از کسایی که در پشت کامera هستن بسیار تشکر. برنامه هایی که در افغانستان کلش ثبت میشه از کمک تلویزیون آینه که برنامه کردن و همه برنامه را برنامه ثبت کردن و ادیت کردن و تقدیم شما میشن. زیاد تشکر. امیدوار هستم که برنامه های بعدی هم با ایشان داشته باشیم. حالا میریم به برنامه و میمان عزیز به شما معرفی میکنیم. میمان ما هستن آقای عبدالباری رنجبر که اینا در خور کابل زندگی میکنن. اینا را ما تصادفاً در تلویزیون آینه وقتی که اینا بودن یک مصاحبه داشتن و ما هم دعوت تلویزیون آینه بودم، دیدیم و با هم وعده گذاشتیم و اینا کارهای مختلف دارن. میخوایم از زبان خودشان بشنویم. پیش از اینکه شروع کنیم اینا حتما با شما سلام علیکم میکنن، بعداً برنامه رو شروع میکنن. تشکر، زنده باشین. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که از طریق تلویزیون پیام حق و خصوصا از طریق برنامه آینه هنر ما را می‌نگرند و افغانای عزیزی که بیرون از افغانستان در هر جایی که هستند سلام و عرض ادب دارم و خوشحال هستم که امروز با شما هستیم و خوش آمدید شما در افغانستان. تشکر. لطف کنید آقای باری، با تلویزیون ما بحث به نام تلویزیون پیام افغان. پیام افغان منتشر میشه. پیام افغان گفتم، پیام افغان اشتباه نکرده باشین. بله. خب تشکر از شما که امروز میمان برنامه هستین و تشکر از اینکه شما مرا خوش آمدید دادین. ما تقریبا 10 روز است که اینجا هستم، فقط با کارهای هنری خود هستم و خوشم هستم که کسایی را میشناسم که شاید در خارج از کشور معرفی هنوز نشده باشن. خودتان عبدالباری جان معرفی کنین کارهایتان، چه کارهایی میکنین کوتاه. بعد از اون باز من سوال میکنم از شما. من که دیدم امروز روزی که برنامه شما ثبت میشد که شما دایره میزدین و آواز میخواندین، فقط همین رو متوجه شدم. دیگه مسائل ببینیم از زبان خود. ما در خدمتتان کوشش میکنیم که یک برنامه خوبی با ما داشته باشین. ما عبدالباری تخلص میکنم رنجبر و در ولایت کندوز زاده شدم. دوره تحصیل خود در ولایت کندوز تا 12 درس خواندم. بعدش در پانتون کابل آمدم و خوشبختانه 15 هنرا را در پانتون کابل خواندم و دارم کم کم کارهای هنری میکنم و خدمت به فرهنگ خود که انشالله باز در دوام صحبت های ما دوستان میدونن که چه کارهایی میکنم، از قبیل پختن سمنک و کارهای تزیینی وطنی و خب آهنگای فولکلور هم میخوانم گاهی وقت. انشالله که برای دوستا میخوانیم. ما در خدمتتان هستیم. از چی مدت هست آقای باری که شما در قسمت وقتی که فاکولتیتان تمام کردین، از چی مدت هست که به کارهای هنریتان شروع کردین؟ ما تقریبا 3 سال میشه. 3 سال میشه که در کارهای هنری، اگرچه کارهای هنری را که اینجا دوستا میبینند و شما میبینین از خردترکی علاقه‌مندی داشتم، یاد داشتم. بعدش مسلکی که شروع کردم 3 سال میشه. از پانتون فارغ شدم و در جریان پانتون هم که کار میکردم. از همین لحاظ شما به می رشته ادبیات هنر خواندین چون علاقه زیاد داشتین یا چی؟ بله، علاقه‌مندی داشتم چون از خردترکی با در امو دهاتی که زاده شده بودم با خانم‌ها سر کار داشتم، از قبیل بافندگی و دایره نواختن و آهنگ خواندن. بعدش آرام آرام آمدیم مسلکی شروع کردیم. بله، از خردترکی علاقه‌مندی داشتم. خوشبختانه که کم و بیش دیگه به آرزوی خود رسیدم. بسیار خوب. خب مثل ازی که من یک برنامه ساز هستم، برنامه های مختلف می سازم، برنامه درست میکنم، آواز خانم میرن آواز میخونن، ویدیو کلیپ چیزا درست میکنن.
فعالیت شما چی است؟ فعالیت ما روزی که فارغ شدیم وعده کردیم که تعهد کردیم که اگر تا واسه توان ما هر قدر کاری که از ما صورت میگیره ما در فرهنگ وطن کار میکنیم، اما ای که کلیپ جور کرده باشم یا کارایی که یعنی داشته باشم ندارم، کوشش میکنم کار کنم، در برنامه با دوستا اشتراک میکنم و اثرایی که میبینین جور میکنم، به بازار عرضه میکنم دیگه. تو به برنامه چی کارایی میکنین آقای باری؟ برنامه‌ای که شرکت میکنین، گفتین به برنامه‌ای که شرکت میکنین، کارایتان بعداً میاییم. من دیدم بسیار چیزای مقبوله خودشان بیچاره آوردن کلش اینجا که با ما شما معرفی کنن، بعداً میریم به کارایتان. اما شما گفتین که به برنامه شرکت میکنین، چی میکنین؟ بله، به برنامه سال یک بار مراسم سمنک برگزار میکنیم که تلویزیونا اشتراک میکنن و با اونا هم برنامه میتیم، مراسم سمنک را برنامه میگیرن و کارهای هنری را اونجا میبریم، با دوستان نمایش میتیم، دوستا را تشویق میکنیم. در پلوش یگان هنرنمایی میکنیم که در تئاتر کار میکنم، پارچه تمثیلی کار میکنم، دیگه دایره مینوازم. فقط همین برنامه. این برنامه سمنک که میگین که منم دعوت کردین که ان شاء الله اگر نصیب بود میایم تا وقت. چی تیکتی می باشن، تیکت میگیرن مردم میاین یا چی رقم؟ نه خیر، اما قسم فولکلورش حتی اگر شما آدرس خانه رو بگید ما از پشت دروازه میایم تک تک میکنیم و مو اصیل و مو سبک افغانی بدون کدام تشریفات، فقط هم تو وطنی برای 10-12 ساعت برگزار میکنیم. که خب شما یعنی به حساب بوک میشین؟ نه خیر، با امکانات شخصی خودم سال یک بار با مو شوق علاقه که دارم باز در پالوش کارهای هنری خودم به نمایش میگذارم و هنرنمایی هم میکنم. در پالوش هم جزء فرهنگ ماست. میله سمنک که 3 سال میشه خوشبختانه ما ایرا در کابل برگزار میکنم، دوستا اشتراک میکنن و یک روز یک شب دیگه راز دل میکنیم، از گذشته ها قصه میکنیم، بزرگا اشتراک میکنن، دوستا اشتراک میکنن. اما شما برای ما گفتین آقای باری که شما ما بازم برای ما واضح نشد ایره در کدام سالون میگیرین، در کدام جای میگیرین، در کجا چه؟ بله، در یک اولی برگزار میکنم، در جایی که زندگی میکنم، در سن اولی. از پول شخصی خود؟ بله، از بودجه شخصی خود، از امکانات شخصی خود. اما سمنک مندازین و مردم میاین و میبینن و کارایتان به نمایش بله، دوستایی که خبر دارن یا دوستایی را که خبر میکنیم که قسمی که بیشتر شما گفتین، شما هم دعوت هستین، مثل شما دوستا را دعوت میکنیم، باز اشتراک میکنن، با کمال میل میاین. امو چند لحظه که تفریح و میله که میشه اشتراک میکنن. فقط هدف ما امو رشد فرهنگ است، هدف ما خدمت به فرهنگ ماست که باید هم بکنیم. بغیر از اینکه شما مسئله می سمنک که سال یک بار دایر میشه میگیرین، چی کارهای ما شما بسیار چیزای فولکلوری دیگه هم داریم، مثلا عید و برات و مرهم و این چیزام کدام چیزا؟ بله، در ایدا هم در رسانه‌های عزیز اشتراک میکنم، اما آهنگایی که در وصف عید خوانده میشه با دایره میخوانم، با لباسای محلی و در پهلوش با دو زندگی هم میکنم، با فندگی هم میکنم که واسکتی که در جانم میبینین با دوستایی که میبینن دوخت دست است، این گراف است، این خیلی دوخت مروج سمت شمال است. بسیار این خودتان درست کردید؟ بله، خودم میدوزم. کار دست است و کار دست در اروپا و در امریکا و اینا ارزشش بسیار بالاست، بسیار بالاست، واقعا بسیار زیبا. در چند روز درست میکنین اما یک چیز یک واسکته؟ این دوستایی که در دوخت گراف بلدیت دارن میفهمن گراف خیلی سخت است دوختنش. حتی در مدت 2 ماه اگر دوامدار کار کنم، در مدت 2 ماه یک واسکت دوخته میتونم، که خوشبختانه در اواخر خیلی رواج شده. راست میگن واقعا. من خودم از روز که آمدیم فقط چیزای کارهای دستی، لباسای افغانی و اینا رو میبینم و هیچ طرف کالاهای لباسای مدرن نرفتیم و 2-3 جور لباس هم خودم دیزاین کردیم دادیم برای دوختن. بسیار زیبا هست واقعا. خودم ما بسیار لباسای زیبا داریم که اگر واقعا تقویه شوه بسیار عالی میشه. شما سمنک گفتین او یک آهنگ هم داره، آهنگش یاد دارین؟ بله، آهنگ سمنک
میشه که زمزمه خب پروانه داره دیگه، ما بیننده ها ببینن که بعد سمنک بعد بهار است و فعلا فصل خزان است دیگه. مشکل نیست. ما شما را اینجا دیدم، شما درباره سمنک صحبت کردیم، شما هنگ بخونین که دوستا اگر شما مشکل درست است، اگر دوستا انتقاد نمیکنن. انتقاد فکر نکنم باش که می دایره تنه برای ما بیارن. دایره هم دایره وطنی ساخت وطنی است که خب دوستا دوست دارن بفهمن وقتی که شما وقتی سمنک میگیرین آهنگشون هم خودتان میخونین چه رقم است؟ قسمی که در نخست گفتم کوشش میکنم که امو از حداقلش تا 80-90% امو مراسم امو تو فولکلور بسازم، امو تو وطنی بسازم. بله آهنگش از امو لحاظ آهنگش هم اگر بخونین در پروگرام فکر میکنم بسیار خوب خواهد. خب ما در خدمت هستیم. بفرمایید. خب بیننده عزیز، شما خودتان دیدین که چقدر مقبول نواختن و مقبول خواندن. حتما میلیشان بسیار مقبول خواد بود. اگر زنده بودیم سال دیگه و عمر یاری کرد حتما میایم میبینیم و یک پروگرام لایف انشالله میوردن. انشالله باز در پهلوش دیگه آهنگام دارن که یکی از آهنگای مشهوری که در مراسم سمنک خوانده میشه، شاه دختر شکر دختر شاهی دختران، شاید آهنگش شنیده باشین. خیلی مود است که او فعلا چاربیدیاش در ذهنم نیست. انشالله باز در میله سمنک اشتراک کردن، باز بر دوستا اون هم اجرا میکنیم. بسیار عالی. که باید او دوگانه خوانده شود، با دو نفر میخوانن را. خب بسیار خوب. بله. بسیار عالی. شما بغیر مراسم سمنک گفتین مراسم دیگر هم میگیرین، کدام مراسم میگیرین دیگه؟ چه کدام مراسم است که رسمی همتون میگیرین و دعوت میکنین بغیر سمنک؟ باز امو در مراسم سمنک یک نمایشگاه هنری برگزار میکنم که در مدت 1 سال کار میکنم. چی دو زندگی باشه. خب شما قسمی که پیشتر گفتم همین کار دوخت خیلی سخت است. وقتی که ما در یک کار شروع میکنیم برای حداقل برای یک ما باید سری از یک کار کنیم که یک چیزی قابل قبول دوستا تقدیم کنیم. یا با خاطر در مدت 1 سال کار میکنم، باز سال یک بار بدون از اینکه در تلویزیون اشتراک میکنم، بدون از اینکه از طرف مکاتب یا در نهادهای فرهنگی و نمایشگاهایی که دعوت میکنن اشتراک میکنیم. در پلوش باز کارهای شخصی هم داریم که باید به خاطر پیشبرد روزگار زندگی کارم بکنیم. یعنی در ساعت تفریح بیکاری و تفریحی که داریم کارهای هنری میکنیم. خب شما از کارهای دستیتان کمی جا هست، کدام کارا را مثلا شما تهیه میکنید؟ کدام چیزا را؟ اما کارهایی که در اینجا شما میبینین، دوستا میبینن، کار دست خودم است. و تابلویی که در بک‌گراند میبینین، در کوزایی که فعلا در پیش ما هسته، اینا همش کار دست است که بالا هر کدامش روزها زحمت میکشم، اسکچ میکنم، کار میکنم، حتی مواد خامش خودم تهیه میکنم، از بیرون میارم که اونم میتونن باز برای دوستا ببینن که از مواد خامش چی است. کلش کار دست خودم است. خب شما تشریح کنین مثلا اینمی یک چیز را که درست میکنین چند روز یا چقدر وقت کار دارین برای ازی؟ بله یک تابلو موره است. بردارم بس بگیرم باید. بله بفرمایید. که موره است، از موره ساخته شده، با میناتور میگم، فقط برای دکور است، برای دکور است و پوپکایی که در دورش کار شده اینا
کار دست است که تارای نخی است و در بینش اگر دوستان میبینن بیرق افغانستان هم کار شده است. فقط برای تزیین است، موره است، موره و در بینش تارایی که کار شده از تار پوست جواری است که بعداً باز دربارش تشریح میتونم که پوست جواری به تار تبدیل میکنم و آرام آرام در روی حتی چوکاتی که درش کار میکنم خودم تهیه میکنم کار میکنم، فقط برای دکور، برای یک دیزاین چیزای وطنی یا امو استیجای وطنی یا خانه وطنی اگر بگیم دکور میکنیم. بسیار عالی. اینجا ما دیدم یک جای اسم الله نوشته کردین، بسیار مقبول. خب کاری که در دست ما میبینین در بینش الله نوشته است که از دانه گشنیج است، دور سیادانه کار شده و بعدش تارای مختلف است که بافتای مختلفی بافت دست است، یعنی سر هر کدام از این ساعتها کار شده و بعدش لوبیا و ماش و نخود است که همش در حال یک حرکت است و سیادانه از دانه گشنیج است. حتی بزرگای ما در خانه ها از این چیزای خوشبو نگاه میکنن و هم میگن خانه را خوشبو میسازه و هم باز ما کوشش کردیم که از یک چیز تزیینی تر رو یک چیزی خوب هم بسازیم و همین در ذهن ما آمد کار کردیم. ان شاء الله در آینده نزدیک از این کم کلانتر و خوبترش، چون فعلا کمی دور و برش گدوات شده و در دورش کار شده تار بوجی است که یک موادی که در هر جای یافت میشه و موادی که در رویش کار شده همگیش در هر جای یافت میشه، در هر خانه یافت میشه، موادی حبوبات و مواد خوراکی. اینقدر مقبول درست شده واقعا بیننده عزیز که تا که شما خودتان نگفتین مثلا فکر نکردم که این حبوبات هستن و این به فکر خودتان گشته، از این خودتان بوده ای که گرفتین نظر؟ بله به فکر خودم گشته. گفتم همین موادی که در دور از کار شده از دانه گشنیج است یا سیادانه است یا بعضی مواد خوشبوی است در خانه نگهداری میکنن، میگن هم سایه بردار است و هم خوشبو میسازه. باز ما او را گرفتیم هم تزیینی تر ساختیم، گفتیم یک چیز خوب همیشه در خانه باشه و باز کمکی یعنی مذهبی تر ساختیم، در بینش اسم الله نوشته کردیم و در دورش کار کردیم که اگر شما میگین مقبول است شاید هم چیزی که شما میگین چون کار دست همیشه یک رقم نمی باشه، همیشه کارایش مختلف می باشه. مثلا یک جایی را که درست کردین همین چیز درست بوده نمیتونه، اما این کارا خب شاید در افغانستان قدر ارزش خود نداشته باشه. بله. اما در ممالک اروپایی امریکایی ارزش خود بسیار زیاد داره. اگر شما یک دفعه برای من میره لطف کنین ببینیم، بسیار مقبول است. کلش راستی واقعا از حبوبات است. حالا من متوجه شدم، اما پیشتر من فکر کردم که همش رنگ است، اما حالا بسیار زیبا نیمه برجسته کار شده. بله بیرون برآمده است. و این چیزی که در پشت سر است این فکر میکنم کلش از موره درست شده. بله او هم تزیینیش موره است، در رویش مینیاتور کار شده موره است. بسیار مقبول. خب از فروشاتش گفتین تا حالا به فروش هم رساندین؟ بله میفروشیم. بله مو بیشتر کوزایی که میسازیم، کوزه و کاسه میسازیم، دوستانی که از بیرون از کشور میان میبرن و خوشبختانه چند روز پیش یک از دوستان ما از لندن آمده بودن، یک کوزه بسیار مقبوله. اونا گفتن که باید همین کل کارتان در امروی همین کوزه کار شود، از دوزندگیتان تا بافندگیتان کلش. و من هم خوشبختانه به مو فرمایششون پذیرفتم، یک چیزی جور کردم و در گردن کوزه از تار بیرق افغانستان جور کردم که اونا گفتن با یکی از بزرگای آدمو کشوری که زندگی میکنن گفتن تحفه میبریم و من هم کوشش کردم یک چیز خوب نمایندگی از افغانستان بکنه، برشان جور کردم بردن و در پالیش نقاشی هم میبرن و تابلوهایی که آدمکا جور میکنن در روی چوکاتا در این کشور اونقدر گفته شما خوش ندارن، اما در بیرون از کشور میبرن آدمکا، خصوصا خانمای دهاتی در روی چوکات جور میکنن، خانمای اطراف با مو لباس با مو عرقچین و با مو زیوراتش جور میکنن در روی چوکات، باز دوستا میبرن بیرون میبرن. قیمت از این کوزه مثلا چند است یا از این تابلویی که شما درست کردین با حبوبات؟ خب نرخ افغانستان خب خیلی کم است، حالا اگر به نرخی که در افغانستان میفروشیم شاید دوستا بگن چقدر پول کم، اما کوشش میکنیم که با فرمایش دوستا لبیک بگوییم، چون اقتصاد مردم افغانستان هم دوستایی که در بیرون هستن میدونن. اما روزمره کار خود حساب میکنم یا موادی که در روش استفاده میکنم حساب میکنم، فقط هم پول ناچیزی که در نظر میبینن میتن ما هم میگیریم، یا یک کوزه و یک کاسه را 2000 افغانی هم جور میکنیم و 1500 افغانی هم جور میکنیم و
2500. باز اگر از ابریشم جور کنیم که ابریشم قیمت است تا $100 یا 5000 افغانی یا 6000 افغانی جور میکنیم، با مو فرمایشات دوستان میرسیم. مختلف است. خب بسیار خوب. شما خو یگان نندارتونا یا یگان جای می داشته باشیم که یا یگان سمینارها هست که بعض کارهای دستی یا بعض چیزا به نمایش گذاشته میشه. کارهای شما به نمایش گذاشته شده تا؟ بله بله، قسم که بیشتر گفتم در نهادهای فرهنگی که از طرف مرجع‌های خصوصی یا از نهادهای خصوصی چی داخلی باشه چی خارجی باشه برگزار میکنن، دعوت میکنن، با کمال میل میپذیریم، اشتراک میکنیم، دوستا رو تشویق میکنیم. بله امی یک کوزه را در چند روز درست میکنین شما؟ اگر ساده کار کنیم در 5 روز کار میکنیم یک دانشه، چون همون موادی که در روی از کار میکنیم باید با خودم تولید کنیم. مواد خامش از بیرون میارم، پوست جواری است که دوستا میبینن، این پوست جواری است که یک چیز پیش پا افتاده است، طبیعی است که هیچگاهی در گرمی و سردی خراب نمیشه. باز این را به تار تبدیل میکنیم که اگر اجازه تان باشه تارش هم نشان بدیم. این تارش است، باز رنگای مختلف هم رنگ میکنیم، بعدش در روی کوزه اسکچ میکنیم، کار میکنیم. بر من بسیار دیگه جالب است، به خاطر که بر من کمک تشریح باید بتین که تار جواری چه رقم ریشه جواری چه رقم تار میشه؟ قسمی که میبینین را تار تبدیل میکنیم. اگر باز اگر این کدام وسیله دارید؟ کدام چیز هست؟ نه خیر، بادست. کار افغانستان همش بادست است، چه دوزندگی باشه چه بافندگی باشه، هر چی که باشه بادست است. ما حتی در گذشته هر چی که تولید میکردیم بادست تولید میکردیم. بله بله. خب از اون که کار دستی ارزشش در ممالک دیگه بسیار زیاد است، اما چیز خب شما اینو باز رنگ هم زدین فکر بله، با رنگای مختلف هم رنگ کردیم که اینا هم رنگای قالین، رنگ طبیعی قالین است که اینا با گرمی و سردی هیچگاه خراب نمیشن. که کاسه است در روی از کار شده، شما میبینیم که کاسهش است، کوزهش است که در پالیتون ماندگی است، یک رنگ است و رنگ طبیعی است که خراب نمیشه. اینا با گرمی و سردی خراب هم نمیشه. کوشش کردیم که یک چیزی بسازیم که حداقلش اگر نگهداری شود، دوستایی که خوش دارن حداقل 20 سال 30 سال نگهداری شود. به خاطر باز کوزهش هم کوزه گلی است که خراب نمیشه، درش کار کردیم. بیننده عزیز بسیار زیبا هست، وزنش هم زیاد نیست، بسیار وزن بسیار خوب داره و واقعا بسیار زیباست. تعجب میکنه که آدم که از یک ریشه جواری که شما اصلا هیچ به نظر ما نمیاد چه چیزای مقبول درست میشه. اینجا یک توکری هست که در این رنگای بسیار مختلف، سرخ و سبز و سیاه و نارنجی و هر رقمش هست و از اینا رسمانای مختلف هم اینا جور کردن که فکر میکنم بله باز میره در کارهای خودم میشه استفاده میکنن. نام خدا واسکت هم میدازن. ببینیم دیگه چی کمالا دارن. پیش از این که بریم دیگه مسائل پرسان کنیم، کدام آهنگ دیگه ندارین که تقدیم کنین برای بیننده هایتان؟ میخوانیم ما در خدمت. خب بخونین هر چیزی که دل خودتان میشه. باز یک آهنگ فولکلور سمت شمال براتون میخوانم. خیلی دوستا خوش دارن، خدا کنه که دوستایی که در اروپا هستن خوش داشته باشن. اونا بسیار علاقه دارن، فکر میکنیم برنامه برشون دایره هم ساخت دست خود ماست که بر دوستاشون سر دایره تان میایم ان شاء الله. شما آهنگتان بخونید.
بسیار زیبا، بسیار مقبول. نام خدا 7 شهر هنر پیش شما هست. پیش از اینکه شما با آهنگ شروع کنین گفتین که دایره ها را شما می سازین. بله. اینام ساخت دست خودتان بله، است؟ ساخت دست است، ساخت وطن است که پوست حیوانات است و در دورش کار شده. کار دستوزی است و پوست است، رنگامیزیش هم رنگ طبیعی است. میبینم با اجازه شما بفرمایید. بسیار رنگداری خوب. اینا کار دست است کلش؟ بله، چرمی که در دورش کار شده کار دست نیست. یعنی که با دست همیشه چسبانده شده و درست شده و بعد از اینکه دایره را جور کردیم بازی چرمه را در دورش کار کردیم. بسیار مقبول، بسیار زیبا. فکر میکنم من دایره را قدریات ندارم، فکر میکنم خوب شما است. خب کلاهتان هم باید من ساخت خودتان است؟ بله، چون هم رنگ دوخت واسکتم است، کلاه من دوخت دست است. بسیار عالی. این خب واسکت و کلاه مردانه هست. لباسای افغانی بر خانمام درست میکنین؟ بله، تا هنوز من خودم خیاط نیستم که لباسای زنانه بدوزم. یعنی مثلا دوستایی که مشوره میگیرن، بله. دوستایی که مشوره میگیرن که در گذشته لباس خانم‌ها چی چیزایی در نظر میگرفتن مشوره میتون برشون دیزاین میکنین. بله، از قبیل بالا پوش یا ما فرجین میگن. در گذشته فرجین میگفتن که دوستا شاید به یاد داشته باشن که فرجین خیلی یک هم باعث یک ایجاب استفاده میشد، هم باعث یک لباس استفاده میشد که او را هم تنظیم میکنیم و از تکای کرباس یا علچه یا خب دوستا و بزرگایی که در اروپا هستن در گذشته از اینا استفاده کردن میدونن. بله، مشوره میتیم با خیاطایی که اشتراک میکنن، با دوستایی که برای فرهنگ وطن یا با مدلینگ میکنن. همیشه وقتی که مشوره میگیرن ما با کمال میل مشوره میتیم که بسیار خوب، بسیار عالی. پس یک آهنگ دگام بخوانیم با کمال میل، چون آهنگای بسیار خوب یاد دارین. دوستایی که میبینن با یاد 20 سال 30 سال پیش بردیم. بله. بسیار مقبول. واقعا آهنگای بسیار قدیمی. یک سوال آخرم از پیشتان میکنم، باز فکر میکنم که برنامه ما آخر شد. بر ما اشاره میگن که وقت برنامه خلاص شده. زندگی شخصیتان که کیا هستن با شما؟ با کی زندگی میکنین؟ مادر جانم است و 3 برادر هستیم، 2 خواهر که اونها پشت بختشان رفتن و برادرانم هستن با خودم. و فعلا 4 نفر در اعضای فامیل هستیم که مادرم، 2 برادرم خودم. در کابل زندگی میکنین؟ نه خیر، اونا در ولایت هستن. ما به خاطر کارتان در کابل هستم. بله، در کابل هستم. بسیار عالی. دور از خانه. بسیار عالی. تشکر از اینکه شما میمان برنامه ما بودین. یک آهنگ دیگه انتخاب کنین اگر وقت ماند در برنامه میگنجانیم. در غیر از او همین برنامه شما 2 قسمت میشه، نشر میشه به تمام چیز و حتما بر تلویزیون آینام شاید نشر کنه این برنامه را و شما حتما میبینین برنامه را. انشالله خدا کنه که از حوصله برنامه تان باشه. بسیار مقبول بود. من زیادتر میخواستم صحبت کنم. انشالله برنامه بعدی را با کارهای نوتان و جدیدتان حتما با شما میباشیم. در بار بعدی که میمان شین انشالله ما با کارهای جدید انشالله باز در خانه انشالله حتما پخت و پز آشنایی میکنیم، پخت و پزای وطنی. نام خدا پخت و پز هم یاد دارم. یک کچری وطنی براتون تیار میکنیم. اگر شیر برنج دلتان شود شیر برنج هم تیار کردیم. نام خدا، نام خدا. انشالله ما در خدمتتان. خب تشکر از شما که
تشریف آوردین، تشکر که قدم رنج فرمودین، تشکر از دوستانی که ما را از طریق تلویزیون پیام افغان اگر اشتباه نکنم تحمل کردن و خصوصا از برنامه آینه هنر و انشالله هر افغان اگر همین احساس داشته باشه و از راه دور قدم رنج کنن و بیاین ما از نظر افتادگی ها را یاد کنن، ما خوش میشیم، انشالله وطن ما جور میشه. و تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که ما را تحمل کردین. خداوند یار و مددگارتان. سلامت تشکر از شما، تشکر از اینکه میهمان برنامه بودین. ما باز هم تشکر میکنم از تلویزیون پیام افغان و از تلویزیون آینه که واقعا شرایط برای ما مساعد ساختن که هنرمندای خوب خود داشته باشیم و از تیم کامرا که با ما هستن و ما را تحمل میکنن. تشکر.